خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند معروف که در علم نجوم نیز اطلاعات فراوانی داشت، در یکی از سفرها با همراهان خود ناچار شد در بیابان بخوابد. در آن نزدیکی آسیابانی منزل داشت. آسیابان به حضور دانشمند مشهور رسید و گفت: امشب باران خواهد آمد، بیایید و در آسیاب من بخوابید. خواجه نصیر به آسمان نگاهی کرد و خندید و گفت: نه، امشب باران نخواهد بارید. پس از ساعتی باران شدیدی شروع به باریدن کرد. خواجه ناچار شد با یاران خود به آسیاب پناه ببرد. وقتی که در آنجا آرام گرفتند، از آسیابان پرسید: تو از کجا دانستی که امشب باران میبارد؟ آسیابان تبسمی کرد و گفت: من سگی دارم که هر شب که به داخل آسیاب می آید میفهمم که باران خواهد بارید. خواجه نصیر رو به یاران خود کرد و گفت: میبینید عمر عزیز ضایع کردیم، ولی به قدر ادراک سگی تحصیل نکردیم. گویند داروفروشی وارد دکان کتاب فروشی همسایه خود شد و کتابی را که تازه از چاپ بیرون آمده بود برداشت و نگاهی کرد و پرسید: آیا این کتاب خوبی است؟ کتاب فروش گفت: نمیدانم، من آن را نخواندم. داروفروش گفت: من تعجب می کنم که شما چطور کتاب‌هایی را می فروشید که خودتان آنها را نخوانده اید. کتاب فروش در پاسخ او گفت: همانطور که شما داروهایی را به فروش می رسانید که خودتان نخورده اید. دوستان عزیز، متشکرم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً با لایک و کامنت از کانال ما حمایت کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. تا داستان و حکایتی دیگه، خدا نگهدارتون.